الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که حدیثی که در آن خودی خمر، شراب، مسکر، مست کننده لعنت شده است، نوشنده اش لعنت شده است، خرنده اش لعنت شده است، فروشنده اش، سازنده اش، ریزنده اش، نوشنده اش لعنت شده است، آیا این حدیث صحیح است یا نیست؟ بارک الله فیکم. البته این حدیث را امام ابو داود در سننشان با رقم 3674 و ابن ماجه در سننشان با رقم 3380 روایت میکنند که این حدیث از ابن عمر رضی الله عنهما روایت شده است که میگویند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لعن الله الخمر و شاربها و ساقيها و بائعها و مبتاعها و عاصرها و معتصرها و حاملها والمحمولة الیه. و این حدیث را امام البانی در سنن ابی داود صحیح کردند، یعنی در صحیح ابی داود ذکر کردند، یعنی این حدیث صحیح است. بارک الله فیکم. از ابن عمر روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که الله لعنت کرده است خود خمر را، شراب را، این آبی که امروز مردم می نوشند و مست میشوند و دیوانه میشوند، و نوشنده اش را، خود خمرم لعنت کرده شده است. و این چنین دوم نوشنده اش، سوم ریزنده اش، چهارم فروشنده اش، پنجم خرنده اش، ششم همین چیز را سازنده اش یعنی اسیر کننده اش، و کسی که حتی میوه را به خاطر همین شراب آماده می کند، نگاهبین می کند، حامله بردارنده خمر، کسی که خمر را نمی خورد، میگوید که خمر حرام است، امرو خمر را میبردارد از این طرف به آن طرف، یا به کسی هدیه میکند یا که به کسی میبرد. والمحمولة الیه، یا که کسی که بر بار کننده میشد در بالای گردنش. بارک الله فیکم. این حدیث دلالت میکند که این 10 نفر همه اینها از جانب الله لعنت کرده داشتند. و برادر میگه که من یک سالهای پیش در یک جای در روسیه کار میکردم، در یک مغازین، یعنی به زبان تاجیکی حمال بردارنده، گروزچیک به زبان روسی میگن، یعنی وقتی که شراب می اومد، پیوه، سپیرت، عرق، من می برداشتم به مغازین به عربه می بردم. البته این گناه است، این حرام است و باید این برادر توبه کند. امام ترمذی در سننشان روایت میکنند، رقم حدیث 1295 است، عن انس بن مالک قال لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم فی الخمر 10. انس بن مالک خادم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در خمر 10 نفر را لعنت کردند: عاصرها، معتصرها، شاربها، حاملها، والمحمولة الیه، و ساقیها، و بائعها، و آکل ثمنها، والمشتری لها، والمشتراه له. والمحمولة الیه یعنی کسی که به سوی وی عرق را برداشته انسان میبرد، یعنی یک کس خودش در خانه اش نشسته است اما کسی دیگر برای وی عرق میبرد، همون در خانه اش نشسته است، عرق را به کسی دیگر فرمایش داده است که بیارد، اینم لعنت شده است. المحمولة الیه. بارک الله فیکم. یعنی نوشنده عرق، فروشنده عرق، خرنده عرق، بردارنده عرق، ریزنده عرق، سازنده عرق، سبحان الله، همه اینها ملعون هستند، از جانب الله و رسولش لعنت کرده شده است. پس به برادران نصیحت ما همین است که از تمام عملهایی که تعلق به شراب دارد دست کشید، حرام است. و عرق را بعض تاجرها و بعض انسانها به خاطر پیشرفتن کارشان، کشایشی گو که کارشان، یا که برای اینکه یک کافر برای اونها اجازت بدهد که کار بکنند، به نزد کافر یک مسلمان عرق را هدیه میبرد، شراب را هدیه میبرد. البته این حرام است، این حرام است، حرام است، حرام است. هدیه دادن شراب برای حل شدن مشکل اشکارش حرام است، باید مسلمان این کار را انجام ندهد. و اگر کسی برای یک مسلمان هدیه عرق بیارد، البته رد بکند. و دانید که فروختن عرق هم حرام است، پولش هم حرام است. چخیلی که در حدیثی که ما مسلم روایت میکنند، حدیثی است که رسول الله میگویند ان الذي حرم شربها حرم بیعها، آن ذاتی که خوردن عرق را حرام کرده است، فروختنش را هم حرام کرده است. پس برادران و خواهران عزیزم، بارک الله فیکم، دانید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند، البته حدیث است، امام مسلم روایت میکنند در رقم 3732 میگن که این، البته این حدیث را امام جابر
صحابه جلیل جابر رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند ان علی الله عز وجل عهدا، البته بر الله عز وجل عهدی هست، الله به خودش عهد کرده است که لمن یشرب المسکر ان یسقیه من طینه، هر کسی که همین شرابی که مست کننده است بی آشامد، یعنی هر کسی که شراب نوشد الله به وی تینه آشاماند. یعنی الله به خودش عهد کرده است که هر کسی که شراب نوش است به وی شراب تینه می آشامانم. از رسول الله سوال کردند که و ما طینه، طینه چیست رسول الله؟ رسول الله گفتند که عرق اهل النار او عصاره اهل النار، عرق اهل دوزخ. یعنی وقتی که در دوزخ انسان ها می ایستند از بدنشان عرق میریزد یک آب چرک و فساد می آید، الله به خودش عهد کرده است که همین آب چرک و فسادی که از بدن دوزخیان میریزد همین آب را به عرق نوش می نوشاند. سبحان الله. این روایت البته روایت ما مسلم است، بر رقم 3732 روایت شده است و برای همین باید به هر یک عرق نوش نصیحت بکنید که از این راه دست کشد، از عرق نوشی، از عرق فروشی، از عرق برداری، از عرق سازی، میوه را برای عرق ساز فروختن، خصوصا کسانی که میوه انگور دارند، عنب دارند. دانید که یک زواد از شما میخرد، از این شراب میسازد، وینا میسازد، عرق میسازد و غیر و غیره، به همین فروختن حرام است، به همین فروختن حرام است و این 10 کسی که لعنت شده است باید توبه بکند و به سوی الله بازگردد. بارک الله فیکم.